حالا این تسلیم و رضا و درک و اینا رو خب ما به نهایت ها یا به این تارگت ها، به این هدف ها بخوایم دست پیدا کنیم، لازمش اینه شما خود کنترلی در برابر حرام ها تا جایی که میتونی تو این فتنه ها و بلاها داشته باشی. حالا مثلا قدیم یه درجه بوده که طرف کلی جهاد و نماز و فلان و غیبت نکردن و آبرو نبردن و تهمت نزدن و اینا رعایت میکرد، توی شرایطی مثلا با درجه 5 ایمان میرسید، ولی تو آخر الزمان طرف مثلا با گناه های شخصی یا نمیدونم یه سری ابتلاعات، ولی اینکه رو قرض و مرض نباشه و از آمدن حتما نباشه